شب 9 اکتبر سال 2023 تقریبا ساعت 21:20 راننده автомашین تمغه مرسدس بنز سمیف شوبدین سال 1989 ساکن شهر روغون هنگام حرکت از سمت شهر اوبگرم به سمت دهه کندک در راه ساختمانش ناتمام اوبگرم نورآباد از عهده دوره وسطای نقلیات نبرآمده به چقوری 80 متر چپ شده است. در نتیجه خود راننده سمیف جراحت‌های وزن جسمانی برداشته در جای حادثه به هلاکت رسیده است. بازم شب 9 اکتبر سال 2023 تقریبا ساعت 22:10 راننده автомашین تمغه تویوتا واسطزاده فرهاد سال تولدش 1998 ساکن ناحیه ورزاب هنگام حرکت از سمت دهه نمازگاه به سمت شهر دوشنبه در 51 کیلومتر حدود ناحیه ورزاب از عهده دوره وسطای نقلیات نبرآمده به سمت مقابل حرکت را برآمده به چقوری 2 متر چپ شده است. در نتیجه راننده автомашین مذکور واسطزاده جراحت‌های وزنی جسمانی برداشته در جای حادثه به هلاکت رسیده است. مسافر автомашین مذکور میرزازاده بلال سال تولدش 2004 ساکن ناحیه مذکور جراحت جسمانی برداشته در بیمارخانه بستری گردیده است. نیمه شب 10 اکتبر سال 2023 تقریبا ساعت 02:10 راننده автомашین تمغه اوپل استرا سید سفرعلی سال تولدش 1997 ساکن شهر وحدت هنگام حرکت از سمت شهر وحدت به سمت شهر نورک در 18 کیلومتر راه ماشینگرد دهه چرتک از عهده دوره وسطای نقلیات نبرآمده پیادهگرد اسکندرف فردوس ساکن شهر وحدت را پخش نموده است. در نتیجه اسکندرف جراحت وزنی جسمانی برداشته هنگام به بیمارخانه دسترس نمودن در راه به هلاکت رسیده است. اوید به این حادثه و تحقیقات ادامه دارد. به شعبه وزارت کارهای داخله در شهر وحدت با عریضه زن 35 ساله ساکن شهر مذکور مراجعت نموده است که 8 آگوست سال 2023 تقریبا ساعت 12:30 شخصان نامعلوم به طریق پنهانی به منزل استقامتیش در آمده از داخل جیوان 8000 سومانی را دزدیده از جای حادثه غیب زدند. در نتیجه گذراندن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا نابالغ 15 ساله ساکن همین شهر با گمان صادر نمودن جنایت دزدی دستگیر کرده شد. از روی حادثه مذکور تفتیشات ادامه دارد.